تا حالا به آدمایی فکر کردی که توی جمع ساکتن؟ نه از ترس، نه از خجالت، از فهم زیاد. اونایی که کمتر حرف میزنن ولی وقتی یه چیزی میگن انگار از ته تجربهشون میاد. من همیشه ساکت بودم، نه چون چیزی برای گفتن نداشتم، چون بیشتر چیزها ارزش گفتن نداشتن. بعضی وقتا سکوت یه نوع فریاده، یه فریاد آروم از ته ذهن که میگه دیگه نمیخوام توضیح بدم. میدونی؟ سکوت نشونه ضعف نیست، نشونه کنترل خودته. نشونه اینه که یاد گرفتی هر چیزی جواب نمیخواد. آره، بعضیا پرحرفن چون میخوان شنیده بشن، ولی بعضیا ساکتن چون خودشون رو شنیدن. پس اگه تو هم از اونایی هستی که کمتر حرف میزنی، بدون که تنها نیستی. سکوتت یه قدرت پنهونه، فقط باید باورش کنی. منو دنبال کن، حرفای زیادی واسه گفتن دارم.